اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اهل توحید، اهل سنت و الجماعه، برادران و خواهران عزیز، هر یکی شما میدونید که مبارزه حق باطل شب و روز هست. زمانی که رسول الله آمدند تا روز قیامت مبارزه حق باطل می شود. کسی میگوید که نه ما از مبارزه حق باطل راضی نیستیم میگوید و میگوید که ما میخوایم که حق باطل یک جا باشد میگوید اینها گمراه هستند. نه، تا روز قیامت در این دنیا دو طایفه وجود دارند، حق و باطل، و تا روز قیامت حق و باطل با هم دیگرش مبارزه میبرند. ما امروز خود را مسلمان ها حق میگوییم، اما ببینید دیگر از یهود و نصارا خودش حق میگوید. و این چنین در درون مسلمان ها هم ما اهل سنت و الجماعت خود را حق میگیم، لیکن ببین که مدخلی، عازری، اشعری، ماتریدی، حزبی، صوفی همش با خودش حق میگه. و این چیز خیلی دور و دراز است. و یکی از کسایی که ما اونها را ناحق و باطل و مشرک میگیم و اونها خودش حق میگیرد، جماعت عازری های مشرکین طاغوت پرستای مصر است که جماعت ابو مصعب قنوات است. در گرد ابو مصعب ابو صهیب است، محمد شریف عبدالیم است و دیگر دوه مشرکای دیگر است. سردار مدخلی و ابو مصعب قنوات است. ما وقتی که در مسئله عذر بالجهل اینها بر رد زدیم که اینها مشرکین مسلمان میگفتند، رد زدیم اینها، این همه نام پوفکیشونه، نام اینها نام پوفکی است، البته دم کرده ساختگی دروغ است. شیخ است حفظ کردهش دروغ است، مشرکین است. اینو ثابت کردیم که اینها مشرک مسلمان میگد، اتئیست مسلمان میگد، فقط مسلمان اهل سنت خوارج میگد. اینها عقیده ندارد، دین ندارد، اینها کارگر طاغوت است. اینها بر آمدند و به ما ردزنی شروع کردند. یکی از زمینها ابو مصعب قناعت بود. البته من بر ردهای او رد دادم، شرمندیش کردم، 3 سوال دادم، حالی به 3 یا 4 سوال دادم که حالی به سوال من ابو مصعب قناعت جواب دادگی نیست. آیا مشرک ملت ابراهیم دارد؟ آیا مشرک؟ بعد از همین گپی من به نظرم او عذر اولا در جهل عذر میگفت، جهل عذر نگفت. یا اناکنون ابو مصعب بعضی کسا به نه جهل عذر نیست، لیکن من گفته نمیتوانم، لیکن این مسئله اختلافی است. عذر المشرک تکفیر کرده نمیشود، یعنی حالی هم مشرک است. چه که عقیده سهرابی عادلان دارد، جهل من عذر نمیگم، لیکن مسئله اختلافی است. عذر المشرک تکفیر کرده نمیشود. کسی که عذر المشرک تکفیر کنه چه خوارج است؟ این خیلی آدم مشرک است، این حالی هم مشرک است. به نظرم همین خش دیگه است عقیدهش. بعضی برادرای ساده لحظی ما حالی نمیفهمند، برادرایی که حالی عقیده نفهمیدن نمیفهمند، یا برادرایی که به ما کمتر حقیق دارند ایقا نمیفهمند این چیزایی. به همین واسطه چی میکنند؟ هنر میکنند. همین ابو مصعب قناعت در یوتیوب یک تا گپش است، نصیحت ما به رد زده است. من به برادرهای من به نصیحت به شاگردان و به برادرهای ابو محمد مدنی گفت، گویا که من آدم خوب باشم، در گرد اطراف من دیگه برادرهای بوده من از طالب علمای اهل سنت، از شاگردای من، اینجا در طالب علم هستند و شاگردا هستند. طالب علم خودشون تعلیم گرفتن، شاگردا هستند که درس گرفتن. گویا که اینها هم طالب علم برادرای ما و هم شاگردها گویا که همه بی آداب باشد و همه احمق باشد. اعوذ بالله. ما تا همین روز این مسئله به اهمیت نمیدادیم، لیکن امروز بینیم بعضی ها به خاطر دفاع خود است یا من نمیدونم به خاطر چی است همین چیزا پهن کرده شدند. امروز انا همینجا مشایخ اهل سنت برادر، اولا شاگرد من ابو عبدالرحمن، شاگرد دیگر عبدالظاهر هستند اینجا. بله کی ابو عبدالرحمن؟ بله شیخ همینجا عبدالظاهر شاگرد خودم و دیگر برادرها از طالب علم ها، ابو عمر یک طالب علم اهل سنت، ابو حلیمه یک طالب علم اهل سنت، حنیف یک طالب علم اهل سنت که همیشه در دعوت همراه هستند، دعوت میکنن مردمه. انمی طالب علم شب روز از من زیاد گپ میزنن اینجا، شب روز دعوت کرده شدن. انکن اینها آیا با آداب هستند بی آداب هستند؟ خودشان به این مشرک جواب بدهند. سخن به شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به همه مسئله فهمو شد، صحبت کنید، ضبط کنید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل التوحيد ومسلمون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، من چرا این یعنی نام موضوعش رو گذاشت
که گویا که یعنی نصیحت از جانب مشرک به موحدین که وقتی که من به این گفتم که چندین سوال ها دادم و کفریات و شرکیاتش رو بیان کردیم، مدخلی بودنش رو بیان کردیم و این جواب نداد و متهمی رو سر کرد. متهمی این بود که موضوعش به نام نصیحت به شاگردان ابو محمد مدنی یا که برادران ابو محمد مدنی. بارک الله فیکم. سبب این گونه موضوع گذاشتنشون این است که از حقیقت گریزند و مردم از دین فروش بودنشون، از طاغوت پرست بودنشون، از کارگر طاغوت بودنش خبردار نشود و موضوع رو همین گونه خواست بپوشد. بارک الله فیکم. و این احمقی او هست و من الان گوش کردم باز یک بار دیگر او یک حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میبیارد و از امام مالک یک حالت رو میبیارد. بارک الله فیکم. و نصیحت بنده شاگرد ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان بر ابو مصعب و شاگردان ابو مصعب قناعت دین فروش قاتلان مسلمان ها این است که بله ما حدیث را قبول داریم، اما مراد شما از حدیث باطل است و شما با همین طریق خواستید حق را بپوشانید و سبب امروز بعد یک سال است، بعد چند سال دیگر این موضوع را برداشتن ما چی است؟ دوسته انسان هایی که وانمود میکنند که اهل توحید هستند، مسلمان دوستدار هستند، گویا که امروز همین نوار را به دیگر انسان ها منتشر کرده استودند که گویا که ما بی‌آداب باشیم و بی‌آدابی ما چی است؟ اکنون میگوییم خود انسان ها، خود مسلمان ها، خود شما خلاصتون ببرید که آیا ما با همین عملمون انسان های بد اخلاق بی‌آداب هستیم یا که این کسایی که کفر شرک را منتشر کننده و نصرت دهنده و اعتقادی مدخلی های جهمی های زمان حاضر را منتشر کننده اینها بی‌آداب دشمن الله و رسولش هستند یا که ما هستیم. سبب این است که چگونه که در اول گفتم وقتی که به این رد زدیم و گفتیم که مدخلی تو چرا مسلمان ها را میبری در همون مصر می آموزانی عقیده مدخلی ها رو، جهمی ها رو که این عقیده هست که فقط بر ضد مسلمان ها ساخته شده و مسلمان ها باید کشته شود و کفار مشرکین نصرت داده شود. این یک مسئله بود. دوم مسئله دیگر به خاطر چی میگد که ما گویا که بی‌آداب هستیم که کارگر سفارت است و خودش اقرار دارد اینکه کارگر سفارت است. آیا کارگر سفارت شدن جایز است؟ به این تواقیت خدمت کردن جایز است؟ ما این رو وقتی که به او سوال دادیم رد زدیم که کفر اکبر است، شرک اکبر است، این طاغوت پرستی است. این دو مسئله این بی‌آدابی بوده است. سوم مسئله دیگر مشرکین را برادر گفتنش، قبر پرست ها، سنگ پرست ها، مزار پرست ها را مسلمان گفتنش که گفتیم که کفر اکبر است. چی در قرآن و سنت نآمده است که قبر پرست، طاغوت پرست، سنگ پرست، کرکدیل پرست مسلمان نیست. چهارم موالات کردن با طواغیت. پنجم براءت کردن با مسلمان ها و قتل کردن مسلمان ها گروهی ونجا. اینها را که ما وقتی رد زدیم و گفتیم که تو جبان دیوس هستی، دیوس در دین است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او را 100% اثبات کرد استادان ما و ما شاگردان
اثبات کردیم که این جبان ترسو اعتقادی باطل مدخلگی جهمیگی رو منتشر میکند و مسلمان هایی که میخواد دینش رو بیاموزد اینها رو به اینها مذهب جهم بن صفوان رو میآموزاند. چگونه که روز گذشته یک شاگرد بزرگش در نزد چندین مشایخ و چندین برادرها اثبات شد که حالا کفر بالطاغوت را نمیداند. برای آنکه شاگرد استاد چگونه شاگرد همین خیلی است، یک نمود است. آیا یگان شاگرد ابو محمد مدنی را دیدید که طواغیت را دوست داشته باشد یا طاغوت ها را کافر نگفته باشد؟ این گونهش نیست. برای آنکه استاد خیانت نکرده است، استاد بیان کرده است اصل دین را. و اما که این شاگرد بزرگ شاگردش را که در نزد او تعلیم گرفته است، این 10 سالها میشد که از کفر بالطاغوت با خبر نیست و این یک گواه زنده است به حالت او. بارک الله فیکم. آیا همین گپ های ما بی‌آدابی است که دست بکش از اعتقاد مدخلی ها جهمی های زمان، دست بکش خدمت کردن به طواغیت، دست بکش براءت کردن از مسلمان ها و الولا کردن با کفار، از اینها دست بکش گفتن ما و گروه ونجا بس کنید قتل مسلمان ها رو گفتن؟ آیا این بی‌آدابی است؟ مگر این دلسوزی نیست هم برای خودش هم برای امت؟ این شیطان های زنده پیروان محمد رسول الله را که دلسوز ترین انسان ها در روی زمین بودن سنگسار میکردن، امروز که اینها جبان ترسو هستند، اگر قدرت یافتند اینها میرن 10-20 کس شما میزنن، شما رو حتی قتلتون میکنن. اگر زورشون نرسید به طواغیت میسپارند. الله اکبر. و ما بر ضد همین کارها بر اومدیم. من علی خصوص شاگرد علامه خراسان ابو محمد مدنی، او بجای اینکه به این دلیل های قوی ترین ما که او اصل دین ندارد، او مسلمان نشده است حالا و خیانتکار است، دشمن مسلمان های تاجیکستان است، او بر ما نصیحت کرده است. نصیحتش این بود است که اگر کسی از جدال، اگر حق باشدم از جدال دست بکشد، او انسان یعنی که جنت برای او پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن به دست میآورد. الله اکبر. بله، بین یک دو مسلمان در یک مسئله فروعات یک بحث شد که از هر دو طرف مثلا یک دلیل های خود دارند، صبر میکند به خاطر الله که یعنی که بین برادری یک خلاف پیدا نشود، بدبینی نشود. اما اینجا گپ درباره اصل دین رفته ایستاده است و این میخواهد که با دلیل حق چیکار بکند؟ مراد باطلش رو، مراد کفری شرکیش رو، مقصد کفری شرکیش رو با چی؟ با زبان شیطانی که و شیطان هم گفت و قاسمهما انی لکما ناصح امین، من قسم میخورم به هر دوی شما که چیکار بکنید؟ من برای شما نصیحتگری بهترین هستم، به درخت نزدیک شوید. و این با زبان ملایم گویا که بر ما نصیحت کرده است که ما طاغوت پرست ها رو، ما دین فروش ها رو، ما قاتلان مسلمان ها رو بگذارید شما. الله اکبر. اما این خوابشان رو به دیگر کس میگویند که ما اینها رو نمیگذاریم و ما عین ادب میدانیم که این طاغوت پرستان، این لشکری طواغیت رو و ملت ابراهیم رو تطبیق بکنیم در روی زمین و ملت ابراهیم چگونه ملت است به مسلمان ها برسانیم. ای کسانی که نفهمیدی توحید را درست و خودت را جلوه میدهی که موحد هستی، تو ملت ابراهیم رو یک بار آموخته خوانده دیده ای که الله گفت که قد كانت لكم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ای کسی که خودت موحد جلوه میدهی، این
آیت قرآن گفته ایستاده است که ملت ابراهیم ملتی است که براءت کردن از اهل تواغیت و از خود طاغوت ها و کافر شدن به اهل تواغیت و بغض و کینه و عداوت کردن دشمنی کردن ظاهر شده است ابدا تا روز قیامت، تا اینکه آنها هم به ملت ابراهیم باز نگردند. آیا همین سخن ما بی‌آدابی است یا که عین آداب است؟ مسلمان ها خودتان بگویید. بله اهل زیغ چگونه که مشرکین مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان را هر نام میگذاشتند، مجنون میگفتند، دیوانه میگفتند، شاعر میگفتند. بله اهل زیغ هم به خاطر همین چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم منتشر کردند به خاطرش سانسور شدند. امروز پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما هستیم و منتشر کرده استادیم، برای همیشه نام ما رو بی‌آداب موندن. سنت موحدین، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان و پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم ظاهر کردن ملت ابراهیم و بد دیدن کفار مشرکین است و سنت مشرکین و کسایی که حال توحید را خوب نفهمیدن سنت آنها این است که سنگ زدن به کی؟ به مسلمان ها. با چی؟ با لقب گذاشتن. و که نصیحت ما بی‌آداب نیستیم. من پیشانی هر یک برادرم را میبوسم و هر یک برادرم را از خودم بالا میدانم، اما اهل زیغ شما رو بد میبینم. شما دشمنان الله و رسولش هستید. شما باید توبه بکنید و با این کارش ابو مصعب قناعت و دیگر چوی جهکاش گرفته نمیتوانند. ما شما رو مجبور میکنیم که یا که کافر بودنتون به زبان اقرار میکنید یا مثل جبان ها همچنین میگریزید با هر بهانه های دیگر راهی ندارید. و ضدیت ما به شما انشاءالله تا روزی که به الله ایمان میبیارید میرود یا که تا روزی که میمورید در همین شرکتون میرود باقی. بارک الله فیکم. انشاءالله سخن دوری دراز نمیکنیم، بعد دیگر مشایخ وقت میکنیم. بارک الله فیکم. جزاکم الله خیر. شیخ ابو عمر یا ابو حلیمه بفرمایید. بارك الله فيك. وبعدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل توحيد الله سبحانه وتعالى همگی مورا حفظ کند و الله سبحانه وتعالى همگی مورا در دین خودش ثابت قدم بگرداند. و بعدا اولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يوكي در دیگر جوش وكفى بالله شهيدا. بالاخره اولا حمد و سپاس اون الله را که ما را خلق کرد و هدایت کرد. نعمت بزرگترین نعمت هدایت است و نعمت بزرگترین این نعمت هدایتی که هدایتی یعنی راه حق. البته که یکی از نامهای قرآن این فرقان است، یعنی جدا کننده حق و باطل، و نزول قرآن هم برای این نازل شد که تا اینکه حق و باطل جدا بکند. و فرستادن رسولان هم چگونه که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، یعنی تمام پیامبرها رو ما روان کردیم، فرستادیم به سوی قومهای خود تا اینکه اونها رو به یکتاپرستی دعوت بکنند و از عبادت طاغوت اونها رو منع بسازند و آگاه بکنند.
و دعوتی اولین دعوتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مردم رو دعوت کردند، الله امر کرد که یا ایها المدثر قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحید. ای بجام پیچیده، بخیز مردم رو آگاه بکن، مردم رو بترسون از شرک، از عذاب الله، از جهنم بترسون مردم رو. و یدعو الى التوحید، و به سوی توحید دعوت بکن اونها را. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای انسان ها، لا اله الا الله بگویید نجات میابید. امام احمد در مسندشون روایت میکنه. و بعدا سخن طولانی کردن من نمیخواهم و از مشرکینی که امروز خود شما برادرهای اهل توحید آگاه هستید که شب و روز به ما حمله است، شب و روز به اهل توحید حمله ها هست و ما وظیفه دار هستیم طالب علمای اهل سنت و الجماعه تا اینکه حفظی عقیده صحیح را در ذهنهای مردم باید حمایت کنیم و حفظ کنیم. وظیفه دار هستیم از جانب الله، از جانب رسولش صلی الله علیه و سلم، و این وظیفه ما است. این یگان منصب، یگان عنوان نیست، این مسئولیت است، مسئولیت. به همین سبب ما باید بیان کنیم حق را. قل الحق و این کان مر، حق را بیان بکن گرچنده که تلخ باشد. به یک کس میفورد نمیفورد. خیلی که آیتی رو که در اول خوندیم که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین كله ولو کره المشركون. یعنی هو الذی، او یعنی ضمیر به سوی الله، هو الذی، او الله سبحانه و تعالی است که ارسل، فرستاد رسول را به هدایت و به دین حق تا اینکه حق ظاهر بشود و به تمام دیگر دین ها، ادیان باطل و عقیده های باطل حق غالب بشود. گرچنده که مشرکین این چیز را بد ببینند، مشرکین بد ببینند. و الله سبحانه و تعالی در دیگر جا می‌فرماید که ودوا لو تدهنوا فیدهنون. ودوا یعنی آرزو دارند اونها، لو تدهنوا، تا اینکه شما با اونها ملایم، نرم معامله بکنید، بعدن اونها با شما نرمه، یعنی که با نرمی معامله بکنند. یعنی شرط و شروط رکنی از معامله خوب مشرکا این است که بر اهل توحید تو باید خوب معامله بکنی، بعدن اونها با تو چکار بکنن؟ خوب معامله بکنن. و همین است که اونها رو، یعنی زبان اونها رو به کار می‌دارد که شما بی‌آداب هستید، شما این هستید، اون هستید. و ما برای وظیفه دار بودن خود از جانب الله حق از باطل جدا کردن و همچنین یکی از علمای بزرگترینی که از عصرهای والله علم 400 و چند بود، از من به خاطرم نامده است، امام بربحاری بود. امام بربحاری که در شرح سنه خود می‌فرماید که چگونه که ما گفتیم که ما وظیفه دار هستیم و واجب است که ما این اهل باطل رو، اهل زیغ رو و این مشرکین رو برای مسلمان ها و برای موحدین که بعضی چیزها رو نمیفهمند برای اونها آشکار کنیم. در اینجا شیخ به نهایت یک سخنی قول عجیبی رو در اینجا ذکر میکنن. میگویند که وَاعْلَمْ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الطَّرِيقِ عَلَى وَجْهَيْنِ، و بدان که خارج شدن، ان الخروج، خارج شدن من الطریق، از راه، از طریق یعنی از راه شریعت، از راه دین، چی است؟ علی وجهین، بدو وجه است، بدو وجه. اما احدهما، یکمش میگوید که فرجل قد زل عن الطریق و هو لا يريد الا الخير فلا يقتدى بزلته فانه هلك. یعنی یکمش مرد است که از راه لغزیده
و او بجز خیر چیز نمیخواهد، پس به لغزش او اقتدا کرده نمی شود. البته او هلاک شونده است. و آخر عاند الحق و خالفه. الله اکبر. من کان قبله من المتقین. و اما دومش باشد، مردی که دومی که دعوتگر است، مردم رو دعوت میکند، چیکار میکند؟ که حق رو ضدیت، یعنی که مخالفه میکند، حق رو مخالفت میکند. یعنی حق رو مخالفت کردن، البته یک انسان رفته در قرآن مونده، البته در نزد قرآن من با تو مخالفت میکنم نمیگوید. اهل حقی که حق رو بیان میکنن، با اونها یعنی چی؟ اینها بی‌آداب هستند، اینها یعنی آداب ندارند، این اون. یعنی مشرکین، ما خیلی که گفتیم در اول که همیشه از ما آداب طلب میکنند، در حالی که بی‌آداب ترین مردم همین خود اینها هستند. خلاصه شیخ در دوام میگویند که یعنی حق رو چیکار کردن؟ ضدیت. و آخرو عاند الحق و خالفه، یعنی حق رو ضدیت کرده و چیکار کردن؟ با اهل تقوایی که متقینی که پیش از اینا بودن، با اونها هم یعنی مخالفت کردن. فهو ضل مضل. پس میگوید این گونه انسان ها ضل هست، گمراه هست و مضل هست و گمراه کننده هست. شیطان مرید فی هذه الامه. الله اکبر. شیطان سرکش است در همین امت. حقیق علی من یعرفه ان یحذر الناس منه. و اونها رو یعنی باید چیکار کرده شود؟ کسی حال اونها رو اگر دانست، حقوق دارد که مردم رو از او آگاهی دهد و قصه اونها رو چیکار بکند؟ و یبین للناس قصته، و برای مردم قصه اونها رو بیان بکند. لئلا یقع احد فی بدعته فیهلک. الله اکبر. در اینجا میگوید که دیگه مردم رو یعنی چیکار بکند؟ طالب علم، عالم وظیفه دار است که اینها رو چیکار بکند؟ اینها رو قصه های این گمراه و جاهل مشرکین رو، اهل بدعت رو برای مردم بیان بکند، تا اینکه مردم بینید شیخ چی میگوید؟ لئلا یقع احد فی بدعته فیهلک. زیرا که میگوید یگان مردم از کی؟ مردم کی است؟ مسلمان های عادی، مسلمان هایی که بعضی جایهای نازکی ها رو نمیفهمند، از اینها با بدعت اونها واقع نشوند. و در همینجا سخن شیخ خودش به نهایت زیبا بود. با خلاصه میگذاریم. اکنون ما وقت فهمیدیم، یعنی حجت ها رو برای شما بیان کردیم، منهج بیان کردیم، اکنون خلاصه گپ میگیریم. خلاصه گپ همین است که بله یک چند وقت شد همین ابو مصعب قناعت عوزیری گویم که کارگر پاسالتوی مصر که در پاسالتوی مصر کارگری میکند و من شخصا خودم چندین نفرهایی که مصر خونده بودند و از اونجا اومده زندان شدم. مقصد گرچنده که به خود بنده معلوم است، شاید به دیگران معلوم نیست، به این خاطر من این چیزا را نمیخواهم بگویم، اما شاهدها داریم. ما شاهدها هستند که این مشرکین در مصر یک جماعت مخصوص خود یعنی در اونجا تشکیل کرده. هر یک کسی که به تعلیم علم می رود اونها رو به یک حالت تنگ آورده و حرکت میکنند که به مذهب اونها برود، اما به مذهب اینها نرود. چیکار میکنند؟ یا میفروشند یا بر یگانجا برده قتل و دیگر کارها رو میکنند. بالاخره مسئله چی است؟ مسئله همین است که بعضی از کسایی که به ما کینه دارند، نفرت دارند،
نمیخواهند دعوت پهن بشود. وقتی ما دعوت میکنیم اونها فکر میکنند که اینها طالب علم اهل سنت و جماعه از مردم منصب طلبی ایستادند. اونها این خیلی گمان میکنند و اما این گونه نیست. اونها بعض انمین یک سالینه و بعض انسان ها یک سالینه زبسی پیشه که ابو مصعب قناعت است این را پهن کرده ایستادند. سبب چی است؟ ای اهل توحید، ای اهل توحید، من همچون یک طالب علم اهل سنت و الجماعه به شما همیشه میگویم که این خوبسا اکنون به دیگر تکتیک گذشته هستند. میخواهند برادرای اهل توحید با طالب علم اهل سنت و الجماعه چیکار بکنند؟ یعنی بدبینی ایجاد بکنند. بله ما هم شنیدیم که میگویند یعنی ابو محمد مدنی خوب است، اما این برادرهای گرد و اطراف اون یک چی هستند؟ بی‌آداب هستند، دیگر و دیگر هستند. یعنی بی‌آدابی، ما دعوت به سوی توحید بی‌آدابی است. والله بالله تالله که اگر کسی همین گپ رو میگوید، البته این گفتگی انسان ها مشرک هستند، ولی کسی همین را میگوید و قبول میکند، دعوت کردن به سوی توحید بی‌آدابی گفت، این هم یک مشرک کافر بیش نیست. برای چی؟ این بد دیدن است. بد دیدن است. میدونید که یکی از ناقص این بد دیدن است. به همین خاطر سخن طولانی نمیکنیم. آگاه شوید از این جهلا و از این جهمی مشرکایی که در بین ما شب و روز میخواهند فتنه ایجاد بکنند. و شما هم اهل توحید آگاه باشید از حیله و نیرنگ اینها و ما دعا بکنید در حق ما تا اینکه الله زبان ما رو برو بکند، تا اینکه این خوبسا رو ما یک به یک چهره اصلی اینها رو آشکار بکنیم. دیگر از اینجا مشایخایی که هستند صحبت کنند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر موحد، البته ما میخوایم که در این مسئله صحبت کنیم، زیرا اگر چی برادرای ما صحبت کردن، یک سخنی برادرای ما گفته که برای اهل بدعت، برای اینها این خودش چی است؟ این خودش شکننده تمام منهج و دین اینها است، کسایی که با کفر شرک یعنی که مردم دعوت میکنند. اما به خاطر فرضی و به خاطری که واجب بودنی که هر یک کدیم ما و شما حقیقت میدونیم باید بگوییم و رد زدن به اهل بدعت، ما هم مسئول هستیم که صحبت کنیم. و بعدا گفتنی هستم که به همین کسایی که هستند مثل ابو مصعب و دیگر ابو صحیب بالاخره دیگر اینها به نهایت نامرد هستند. همون گپای رو میگویند که صوفیا اهل بدعت، همون گپای رو میگویند که شیعه ها دیگر کسایی که هستند به اهل سنت طعنه میزنند، بر علما طعنه میزنند، اگرچه این اصل این از کفار و مشرکین بر پیغمبر صلی الله علیه و بودند که فتنه آوردی، دیگر گفته قولای دیگر که تو ساحر هستی، دیگر هستی. همین گپا بر بالای موحدین بر طالب علم میزنند. البته این معلوم است برای موحدی که سیرت پیغمبر صلی الله علیه و خوانده است و بالاخره دیگر. اما بالای ما صحبت ما بالای یک انسانی است که به نام ابو مصعب، و این خصوصا بر همه اونها هم چی دارد؟ ربط دارد. با تمامی کسایی که اون را گوش میکنن و از او دفاع میکنن ربط دارد. این است که اون انسان البته گپای قبیح میزند خودش با نرمی و ملایمی، با یک طریقی که اهل آدمای عادی فکر میکنند که این آداب است. البته این آداب نیست. برای شما بر تمام همین انسانی که مسلمان میداند خودش سوال حق گفته شود سختم باشد یا که گپ یکی هر چی که باشد یا که ناحق باشد و زیبا باشد، هر یک مسلمان باید این را بداند. حق اگر چیز بدم باشد در زیان ما و شما باشد گفته باید شود. نمی شود که با زیبایی مردم فریب کرد. نمی شود ما اهل علمای چی باشیم، جمهور باشیم، علمای مردم باشیم. به همون خاطر من گفتنی هستم که این ابو مصعب شرم باید کند. با زیبایی الدین و النصیحه گفته، نصیحت گفته، مردم یعنی بر نصیحت دعوت میکنه در حالی که خودش نصیحت عموما ندارد. باید تو چی کنی؟ اولین چیزی است که تو با مسئله اصل دین صحبت کنی. من ندیدم که تو یک بار برای بگوی که
کفر به طاغوت را صفاتش این خیلی هستند. این کفر به طاغوت، کفر ورزیدن یا که اجتناب کردن با اونها، که در زمانی که همه ما میدونیم ما حالا بالای چی صحبت باید کرد؟ بالای این که ما به چی دعوت داریم؟ بر چیزی که انبیا کردن. اول که الله سبحانه و تعالی خودش میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولین چیز است که فعلم انه لا اله الا الله، بدون بیاموز علم بگیر بالای چی؟ بالای لا اله الا الله، بدون نیست معبودی بر حق مگر الله. ما چی دعوت کردیم؟ مگر به غیر چیز دعوت کردیم؟ اگر تو بغض و کینت به الله و رسول نباشد، به دینش نباشد، در کجا ما به غیر چیز دعوت کردیم؟ و ما بین همین رکن‌ها ای را گفتیم و چیزایی که ربط به این دارد، خصوصا مسئله کفر به طاغوت را، براءت را، بغض و کینه به کفار را، همین را گفتیم. اگر تو واقعا که یک آذری مشرک است در پیش ما، لیکن کتمان میکنی، گویا که تو جهل عذر نمیگویی، گویا که تو یعنی که به یک زبانی که گویا که تو از کسانی هستی که ما تو رو میگیم نیستی، در زمانی که حالی تو رو و عقیده تو رو ما 100% میدونم. من شخصا میدونم، من از شیخ ابو اسامه رحمه الله، از دیگر برادرایی که هستن در اونجا حالو نمیخوام بعضیش و بودن کسایی که از زبان خودی تو به من رسانده بودن. و شیخ ابو اسامه رحمه الله گفتن که من زمانی بودم که قطعی در مسئله، من چی رو گفتنی بودم؟ شیخ ابو اسامه میگه وقتی که این انسان قطعیش خبر رسید که یک محدث است، فلان است، فلان است، گفتن بالاش بسیار تعریف و تزکیهش کردن. وقتی که میگه در مسئله الاعوذ بالجهل، که در مسئله آیا کسی الله و رسول دشنام کند جهل عذر هست، اون انسان میگه عذر میداد. والله بالله اگر من دروغ گویم شیخ نیستن که را شهادت چی کنه. اما برادر ابو عمر هم شاهد چیز بودن. حالا ان شاء الله که شیخ هم صحبت میکنه، شیخ ابو عمر در این مسئله گپ در سر این است که اون انسان دشنام الله و رسول میگفت است جهلش عذر است. البته من تقلید در یادم نیست، عادت دروغگویی ندارم، لیکن جهلش در یادم است که گفته است که جهل عذر است. مقصد چی است؟ آیا همین طالب علم است؟ آیا همین عالم است؟ آیا همین دعوتگر بر دین است در زمانی که خودش یک مسئله که تمام طالب علم میدونش؟ و بعد این برای من چی گفتم که فعلم انه لا اله الا الله رو گفتم، یعنی که دیگر حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و آله که هر کسی به که من مات یکی بداند که معنی لا اله الا داخل جنت میرود. به چه خاطر گفتن؟ به خاطری که ابو مصعب لا اله الا الله رو درست نمیدوند. اول که الله گفتن نمیتوند، خیر مسئله که لفظی است خیر است، ما مثلا که نمیخوایم که در این مسئله سخرنگ اهل بدعت، لیکن گفتن نمیتونه. هر صفحه‌اش زیاد من نمیدونم، 5-6 تا پرتا بر من پیش و حتی منم رد زده است پرتافتن. من گوش میکنم او انسان ما رو جاهل میگوید، ما رو مثلا که به علم میگوید، برادر ابو محمد، شاگرد ابو محمد این هستن و هستن میگوید، در زمانی که خودش لفظ الله رو درست گفتن نمیتونه. یکم. دوم که لا اله الا الله رو معنیش نمیدونه. اگر میدونست صحبتی که با ما کرده است نمیکرد. نه به خاطر من گفته استم، بلکه به خاطر لا اله درست نمیدوند. چرا؟ وقتی که ما صحبت کردیم درباره لا اله الا الله که نیست معبودی بر حق مگر الله، این چی است؟ این معنی لا اله الا الله. یکی از شاگردای اون اینجا گپ در یک، نمیخوام که درو دراز کنم، گپ در مسئله تکفیر یک طاغوت پرست شد. یک خوچم طاغوت است انسان رفته بود صحبت و برادرها با اون مقصد که گفتن تو نمیفهمی دیگر اون قبول نکرد و من گفتم تعلیمش بده، تعلیمش میتن لا اله الا درست ترجمه نمیکنه و من بالا شدم گفتم که انمی که تکفیری که یک مشرک یک کافر یک طاغوت نمیفهمی، انمی مشکل همی است که چی است؟ تو لا اله الا الله درست معنیش نمیدونی. لا مثلا که نیست معبودی بر حق را تو باید درست بفهمی، بعدی تو میفهمی نفی چی است، براءت چی است، بعد صفت کلی طاغوت میفهمی. همین را صحبت کردم، امیر برید است به او برده است. اون جاهل احمق ابو مصعب که به نام محدث میگویند، طالب علم میگن، اول که میگه که مردم میگه چی دعوت میکنه که نصیحت و تحقیق نید. ابو محمد تحقیق نکرد، دیگرها تحقیق نکرد، در بعضی گپاش میگوید در زمانی که خودش تحقیق نکرده که در چی مثلا ما صحبت کردیم، گرفته و رد زده است گویا که ما کسایی که لا اله الا الله علما نمیدونن اونها رو کافر میگوییم. ما 10 بار گفتیم مردم عادی که لا اله الا الله رو اگر به همین که الله رو بگه یک تو است، یگانه است، عبادتش کند و در کفر شرک نکند، در عبادت، در اطاعت، در حکمش بالاخره در یگان با کفر نرد، الله رو بالا بگوید، ما او را فیتش داده بشه کافر نمیگیم. این معلوم است پیش ما رو به این چیز 10 سال ها میشناسن برادران. اگر دروغ بگم برادرها که هستن که همین چیزا از من 10 بار شنیده هستن. بعد گپ چی است؟ گپ در سر این است که او انسان همین را حیله‌گری کرده با یک خوبی
والله بالله من هر وقتی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله میخونم که میگوید که یعنی خوش سخن زیبا سخن کردنی این خودش سحر است، در حال اهل بدعت ابو مصعب مثل اینها در یاد میزنند. با یک طریق زیبا صحبت کردن مردم فریب میکنند، میبرند مردم به یک کفر و شرک، اما زیبا صحبت میکنند. اگر ما حق بگوییم، مگر دعوت انبیا همین نبود که خیلی برادرام خواندن که الله سبحانه و تعالی خودش میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بینه ولقد بعثنا فی کل امه، بر تمام امت چی فرستادیم؟ رسول ها رو برای چی؟ الله رو عبادت کنن و اجتناب کنن از طاغوت. همین دعوت اساسی نیست؟ چرا تو ابو مصعب بر این دین الله عمل نمیکنی؟ چرا تو اگر تو میگویی که اگر بگوی العلماء ورثه الانبیا، وارثان انبیا باید چی باشن؟ از همین چیز سر کنن، از رکن لا اله الا الله. خودتم اگر یک کتاب اهل سنت رو خوانده باشی میدونید که تمام علما اتفاق دارن که هر طالب علم عالمی هست که باید دعوتش از چی باشد؟ از اصل دین باشد، از لا اله الا الله باشد، از اصل دین، از اصول دین باشد. مقصد چیست؟ یک انسانی که اصل دین رو نمیدونه، عقیده رو نمیدونه، باید فایده شده دیگر چیزا. اگر الله رو درست شناخت، الله رو درست عبادت میکنه، بعد تعلیش بدی درست عبادت الله رو. من چی گفتنی هستم؟ تو در همین مسئله از علما و طالب ما نیستی. العلماء ورثه انبیا بگویی، اگر همین را بگویی که علما وارثان انبیا است، تو وارث نیستی. چرا؟ اگر تو وارث میبودی تو همان عمل انبیا رو میکردی، میگفتی این کفر باید به طاغوت ورزید، از این اجتناب کرد، از طاغوت اجتناب کرده میشه، از کسای کفر ورزیده میشه، با الله براءت خود را الولا و البرا، بالاخره توحید تعلیم میدادی، ترک شرک میگفتی و تو یک تذبس میکنی رفت. مقصد چی است؟ و توی جاهل لا اله الا الله معنیش نمیدونی. یکمش. دویم که تو از کسانی هستی که با فریب، با خوش‌سخنی مردم فریب میکنی. همون سحری که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته است که البته خوش‌سخنی بد نیست، زیبا سخن خوب است، اما اگر گپی تو از قرآن و سنت با حکمت باشد، موعظه حسن باشد، در وقت دعوت صحیح قبول است، اما در وقت حکم و در وقت قضاوت و در وقت جهاد نمیشود که همه شرطی که در وقت لا اله الا الله تعلیم داده سعی شرط لا اله الا الله در خودش میگوی، در وقتی دعوت کرده شرطهای دعوت به جو عمل میکنی، در وقتی جهاد یعنی که شرطهای جهاد میکنی، در وقتی مناظره و بحث و مناظره شرطهای خودش دارد، در وقتی بالاخره دیگرها شرط و شروط خودش دارد. نمیشود با این فریب مردم فریب کنی. و بالاخره چی گفتنی هستم؟ با او خوش زبانی تو کی هستی؟ از همون طالب علم و دعوتگرای اهل بدعت با کفر شرک هستی که در پیش ما تو معلوم هستی تو و مثل تو کافر و مشرک است. هر کسی که کفر به طاغوت ندارد و تکفیر به مشرکین ندارد و جهل رو عذر میدوند و بالاخره در اصل دین این کارهایی که تو کیسه میکند در پیش معلوم است کیست، معلوم. اما گپ در سر این است که تو با شرم نکرده با نصیحت بر کی میگویی؟ من از اول باید میگفتم نگفتم. من شیخ ابو محمد مدنی را حفظ الله، شیخ را الله حفظ کند، یک برادر، یک شیخ بزرگ، یک طالب علم میدونم، اما این برای طعنه نیست، برای تکبری خودم نیست، برای پس زدن شیخ نیست. والله بالله همین چیزای شیخ میگوید، البته علم شیخ، حکمت شیخ ماشاءالله بهتر و خوبتر، اما همین چیز شیخ میگفت. ما شیخ گفته گپو که دعوتاش ما نمیدونیم، لیکن میگفتم همین. اگر شما بگید که حمد از ابو محمد یاد گرفته غلو میکنید، به این تعصب داره، دیگر بگه شما کذاب و منافق هستید. چرا؟ به خاطری که این چیزایی که شیخ میگوید، البته شاید که ما مثل شیخ نتونیم دعوت کنیم، شاید علم ما چنین شیخ نباشد، شیخ را احترام دارم، والله بالله من فخر میکنم اگر شاگرد شیخ میبودم فخر میکردم، اما من از شیخ بگه که همین چیزی که تهمت میزنه، ما درمان ما که این عقیده را از قرآن و سنت تا گفته گپو که از وقتی که خود رو میشناسیم داشتیم و شیخ ابو اسامه هم رحمه الله شاهد بودن، شیخ ابو عمر هم شاهد هستن که ما در این عقیده بودیم و علمای ما بودن. تمام علما رو من میتونم از پیغمبر هستم تا امروز نامبر کنم که در همین عقیده هستن که شیخ ابو محمد درس هستن، تعلیم هستن. و همه تسکیه‌ای که ما بر این است که البته کسایی که ما رو میشناسن، ما کسایی که نمیدونم اختیار دارن، کسایی که ما رو میدونن برادر، ما میگیم شیخ ما ابو محمد یک از طالبای بهترین هستند و عالمی هستند که کسی هست که حق را در مابین تاجیکا همین برادر ما با ما شما آسان کرد، فهمون و درس کرد. حلقه اگر تو مرد هستی ابو سعید، حلقه درس کن، کو عقیده تو معلوم شود، کتمان نکن.
مرد شو. اگر تو میترسی به اهل سنت رد نظر، اگر تو جود خوب نیست به اهل سنت رد نظر، کاری خود تکون که نمیتونی در دین الله خدمت کردن، همون خبیثی خود تکون بگرد. اگر بگویی که تکفیر کردن بی آدابی است، تو الله رو بی آداب میگویی، رسولش بی آداب میگویی، حضرت ابراهیم بی آداب میگویی، تمام انبیا رو بی آداب میگویی. اگر بگویی بی آدابی است، هر کسی گپ بگوید. الله گفت اعوذ بالله من الشیطان، قل یا ایها الکافرون گفت. الله سبحانه و تعالی خودش گفت بگو با کفار، و پیغمبر صلی الله علیه و آله کافر کافر گفت. و تمام دعوت پیغمبر صلی الله علیه و آله برای چی بود؟ برای مردم توحید بفهمند، از شرک دور شوند. ابتداش و خصوصا ابتداش و ایمان و اسلام بشناسند، از کفر و از نفاق از این چیزا دور شوند. گپ در سر چی است؟ چرا شما اینو ندارید؟ و من سوال ها دارم، چرا ندارید اینها رو؟ و بعد طعنه میزنید که اونها جاهل هستند. ما اگر این خیلی انسان نیستیم، ما جهل رو قبول داریم. یکی جهلی یعنی که بسیط است، اولی که جهل مرکب و جهل بسیط رو ما قبول داریم. اگر درسته که جهل داشته باشه ما میگیم ما نمیدونیم. برای سلفی ما میگفتن نمیدونم، بعضیا میگفتن که این علم است، بعضیا میگن نیست. در چی؟ در مسئله جزئیات و بغیر اصل دین. در مسئله اصل دین همه ما الحمدلله طالب علم و برادرها و شاگردای برادر ابو محمد، غیر شاگردا و اهل عائله ما، فرزندای ما اصل دین الحمدلله میدونن خوب از خود کردگی هستن و در اصل دین جهل کسی عذر نیست. اگر تو بگویی که من علم دارم، عالم هستم، شما جاهل هستید، من تو رو یک دعوت به یک چیز میکنم. از همین برادرایی که هستن، شیخ ابو محمد شیخ ما، شیخ بزرگوار و ابو عبدالرحمن شیخ بزرگوار، ابو حلیمه و شیخ ابو عمر، بالاخره دیگر برادرایی که حتی هستن، دیگر برادرها، حتی از طالبین ما موحدین الدین، هر کدومش انتخاب کنه در اصل دین. تو رو اگر در همجا وقت نتیم با تو 5-10 منوت زیادتر میتیم. بیا مرد شو، بیا که اگر تو حق بگوی ما را تعلیم بدی، اگر داری علم. ما میدونیم در عقیده مستور است که یک مشرک جاهلی احمق هستی، اما اگر تو راست میگویید مرحمت بیا. هر کسی که ایدیا میکند بیاد، مرحمت بیاد اینجا بیاد. ما وقتش میتیم با آداب، با اخلاق، با وقت، با عدل صحبت کنن. لیکن نمیتونه، مرد نیسته، ترسو هسته، قائل نمیشه در جهل خودتون. جهل مرکب دارید مثل ما. شما این خیلی نیستی که چرا ندونه میگه نمیدونه، شما میگه میدونن در حالی که نمیدونید. من با شاگردای تو بحث مناظره کردم، تو شاگردای کلان تو که من قضیه بحث مناظره کردم، حتی لا اله الا الله نمیدونن. حتی بعضیاش استوای الله رو بالا بودنش درست با اهل بدعت اثبات کردن نمیتونستن. من خودم یاردمشون میکردم. من میدونم شما کی هستی، اگرچه شما ما رو ندونه، لیکن ما شما رو خوب میدونیم. مقصد چی است؟ اگر شما راست میگویید مرحمت بیایید. آداب و اخلاق در حالتی که ما بر اهل سنت میکنیم، شما یگانت نمیکنید. در کجا ما یک عالم اهل سنت گفتیم که وای خوارج، کافر، منافق، دیگر ما هر کسی را گفتیم اون کافر بود، کافر میگیم، مشرک میگیم، مرتد میگیم، جاهل میگیم، فاسق میگیم، مسلمان میگیم، صالح. بالاخره هر چی که ظاهر است به ما معلوم است همون را میگیمش. عادی است عادیش میگیم، خوارجش میگیم. لیکن در اینجا شما ما رو متهم بر چی میکنید؟ میگید که شما غلو میکنید، تکفیری هستید، در حالی که مرد نیستی که بیاید درجه اثبات کنید. مرد نیستید. ما به نماز تکفیر میکنیم، پیغمبر صلی الله علیه و آله تکفیر کرد، الله تکفیرش کرده است. تو مرد باشی اگر ما رو با خوارج بگویی، بیا من از سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله اثبات کنم. ما آدمی مشرک میگیم، کسی مشرک اگر عالم باشد تکفیرش نکند او هم کافر میگیم. اگر تو بگوی همین خوارجی است، بیا من تو اثبات کنم از تمام علمای سلف در این مسئله، از تمام امام احمد و ابو حنیفه و از امام شافعی، از تمام چهار مذهب هم اثبات میکنم. از کتاب سنت عبدالله ابن احمد، از کتاب ابن بطه، بالاخره از دیگر ما تو اثبات میکنم که تو یک آذری جاهل احمق هستی. یا اگر تو بگوی نه من آذری نیستم، این گپا بهتان است، عقیده‌ام دیگر بود، گشتم، کتمان نکو، بجا نکو، برو مرد شو. اگر بگوی نه نمیتونم، تو باید گپ نزنی. در اصل دین گپ زدن نمیتونی، در دیگه مسئله گپ نزن، شرم است به تو. در اصل دین اگر گپ زدن نمیتونی، جاد خوب نیست. با اهل سنت چی رد میزنی؟ با برادر ما چی رد میزنی؟ و ما در هیچ جا ادعا نکردیم که ما فقط عالم هستیم، ما فقط در حق هستیم، ما فقط این هستیم، ما فلان. ما فقط میگویم که ما میخوایم که مردم نجات بیابند. ما مثل علمای طاغوت نیستیم که اونها فی ناری گفتن میروند به آتش. فقط طاغوتا چشو بگن، فقط حاکما چشو بگن، فقط یعنی که همون کرال و مرال دیگر اونها چی بگن گپی امور. ما از اونها بیزار هستیم و دیگر که علمای مردم نیستیم که مردم چی بخوان اون را بگیم. عالم جمهور نیستیم.
چرا مثل تو که زیبا سخن کنم در حالی که باطل باشد؟ بله ما به زیبا صحبت میکنیم با برادر خودمون در مسئله دعوت حکمت قطعی صحبت میکنیم، موعظه حسن میکنیم با صبر و با علم با تحمل. اما وقتی که به دشمنی که در قرآن و سنت یعنی که گپای آورده جا کرده است که در حالی که حتی همون جهمی و بعضی همون کلمات در کار شما در حیرت هستند. بعضی شما چقدر خبیث هسته که همین گپی ما رو گرفته باید طریق تاب میته که گویا که شما واقعا یک جهل ما رو یافتید. مرد هستی بیاید، مرحمت میدان است، بیاید بسم الله. نمیتونید دم تو بگیرید کار خود رو کنید. باقی من چی گفتنی هستم و بعد من یک چند سوال دارم. سوال به تو ای ابو مصعب و مثل این سوال من همین است. اگر تو بگو که اینا تهمت هستن، این عقیده من پیشتر بود، من گشتم برای که شما همین جهمیه در چیز بسیار زیرک هستی. ما دیده ایم هر روز و هر شب میبینیم این گپا رو بکلا نمیگیریم. ما نگفتیم ایران نگفتیم دیگر نگفتیم گپ تو میتید. اگر شما مرد باشید خب مرد باشید چیکار کنید؟ بیاید همینجا صحبت کنیم. یا که سوال ما همین است، یکم که هر کسی کفر به طاغوت ندارد آیا مسلمان است؟ دوم هر کسی شرک و کفر میکند آیا کفر به طاغوت دارد؟ سوم آیا که انسانی که یعنی آیا جهل عذر است یا نه؟ یا اینکه اگر کسی که جهل عذر بگوید و علم داشته باشد حکم او چیست؟ سوال بسیار است. من نمیخوام وقتی برادرها بگیرم، بعضی برادرها بند هستن، برای همین سوال ما بسیار است. لیکن یک چند سوالی من گفتم همین ها رو باید تو جواب بدی. اگر تهمت باشد که ما تو رو آزری میگیم، مرحمت دارد که بگو آزیرات چی هست بکنش. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. شیخ اوستون پاست است که بلندتر گپ زنید. الله بارک فیکم. بله عزمان نوشتی تو بگیره. أخي أبو عبد الرحمن وصل شد إن شاء الله. بله شیخ اوستون خوب شد. بفرمایید. بله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. چگونه که شیخ صحبت کردن در همین موضوع، برای چی موضوع رو ما برداشتیم؟ خیلی که برای ما خبر رسید بعضی جاهلکو همین ویدیو رو گرفته در بین مردم پهن کرده گویا که شیخ خوب است اما برادرهاش طالب علمای گرد و گوشش اینها انسانهای بد هستند. اعوذ بالله. و این گونه بنام برادرهایی که مثلا مذبذب هستند این رو میگوییم الله هدایتشون کند. گرفته این زبسور قفوی ما در دیگه جا پهن کرده با بعضی برادرهایی که علم ندارن اونها را در شبهه گرفتار کردن. ما میخواهیم بیان کنیم که آیا حقیقتا همین قناعت خودش کی هست؟ همین قناعت خودش کی هست و چی عقیده دارد؟ همین رو میخوایم بیان کنیم تا که این گونه برادرها بدونن که کاری غلط میکنن، از الله بترسن، یک چیز رو، یک مسئله رو، یک شخصیت رو 100% نمیشناسن، این گپا رو گرفته در بین مسلمان ها پهن کرده. این خودش یک فتنه است. برای همین قناعت رو ما اولین سوال من همین است که آیا تو با شیخ ابو اسامه به نام دولت خوجه میشناسش؟ ابو اسامه هم درک دارد. قطعی تو وقتی که بحث کرد در مسئله کسانی که به دین الله استهزا میکنند میخندند تو عذرشان میدادی و تو همین صحبت بین تو و برادر شد، بین تو و شیخ شد ابو اسامه، تو همین رو امانت گفتی. آیا تو از همون کفرت گشتی یا نگشتی؟ توبه کردی یا نکردی؟ من در این صحبت یعنی وقتی که شیخ رو زنگ زد، قناعت ما میشناسیمش، وقتی که زنگ زد من قطعی برادر در یک مغازین بودم، کسانی که در مصر بودگی میدونن محلاوی میگن، همونجا بودیم که زنگ زد و خب که قناعت زنگ زد. من میخوام تفصیلا بیان کنم تو که بدونه که مثلا من از این قصه 100% بخبر هستم. درباره شیخ بودیم که در مغازین تماشا داشتیم، برداشت همین قصه یعنی چوه خطی همین شیخ ابو اسامه همین قناعت بحث کرد. این خودش پیش از این در همون وقت یک فتنه برداشته بود که کسانی که عذر نمیدادند اینها را خوارج میگفت و خودش میداند که یکی از شاگردایش که توبه کردگی بود به نام ابو محمد
خانه شیخ ابو سمر اومدگی بود، فیروزکاگی بودیم، شیشتگی بودیم. همون برادر اینها شاگرد دارن، با یک شاگرد نامش یادم برآمد، یک شاگرد اسپورتسمن که اینها با شاگرد اسپورتسمن دارن، کسانی که اگر روزور میگفتن نیسته لچون میکردن. همین شاگردش به نام ابو محمد از طرفای لینوباد بود، والله اعلم. در زیش چند سال خوندگی وقتی تکفیر میکند قناعت رو، تو میگه یک عذری هست، یک چیز هست، قیام حجت میکند، تکفیرش میکند، همین شاگرد چلاتکنی میشوند. وای برادر اسپورتسمن بود، وای برادر خانه‌اش علوش میکند، یعنی جوش علوش میکند، در طرفای تبه بود، طرفای زهرای بالا میرود. اینها را کسی در مصر باشه میدونن. بعد همون برادر وقتی که شیخ ابو سما خانه‌اش فیروز کرد، همش تفصیلا نقل کرد، گفت همین خیل این یک عذری هست، قیام حجت کم، این خیلی انسان خبیث است که بعد از این شاگرداش امر داد که لچ کنید. خیلی برادر بعد گریخته میگشت، خلاص یک گریخته میگشت. سوال اینجاست که تو از همین کفر توبه کردی؟ بعدا اگر بگویی نه من قطع ابو سما چی نکردم، صحبت نکردم، قسم بخور به الله و قسم بخور به الله که تو نگفتی شیخ رو که این در بین ما و تو امانت مونه، و تو نگفتی که باری دیگه میخواهیم صحبت کنیم، اما از موضوع گریختی کلا. اگر من این سخن رو درو بگم، جا دیگه برادرها را گفتگی هست که شهادت میتین که اولا که من خودم در همونجا بودم، اما در درون موضوع نبودم، اما زنگ زدن بودم، رفت پگاه خانه‌اش فیروز کرد، آمد نقل کرد. والله نقل میدونی چی نقل میکند؟ سبحان الله سبحان الله، نقل میکنن، میگه خونش فیروز کرد، یک دسترخوان دوختگی میگه شیشته میگه. بعد موضوع رو هوی کردیم. من میگه ختم یگون کتاب یگون چی نیست، دستم در جیبم کم خرافت میگه. قولو میگه اهل سنت رو، قولو سلف رو میگه در این موضوع ذکر کرده، میگه تلفنش کوفتان زد، میگه من والله نگاش دور، میگه تلفن کوفته است، میگه گوگل در ماگی، میگه میخیل میگه چه موضوع کوفته است نیوف، میگه رنگ روشم خیلی پر کیدن، میگه گفته برادر به موضوع رو بگون روزگارمونیم. میگه هم خیلی نگاه دون تلفن چه کوفته است نمیو، میگه من نمیو، میگه والله قسم میخورم بالله و تالله قسم میخورم که برادر ابو سما میگه روزات میگه تلفن کوف من میگه رو پاروش دیگه نگاش کیسا، میگه این قول ذکرش دارم، این قول ذکرش دارم. بعد گفت ای موضوع رو بگون روزگار میمونه، یکی این امانت مونه در بین خودمون، والله قسم امانت مونه. همین خیل دیگه هم موضوع رو پوشید نیست شد. برای چی؟ برای که موضوع را خودش خزانده بود، کسانی که میگفتن عذر نیست، تکفیری گفته لچون میکرد. و دیگه برادرها اگر ان شاء الله سخنهای ما برسن، برادرهایی که در همین قضیه بودن، برای به خاطر الله بیان کنند، از الله بترسن، از الله بترسن که با قول ابن مسعود رو میخوانیم که ليس العلم للمرء بكثرة الروايه ولكن العلم الخشيه. ما اون برادرهای میگیم که در همون موضوع بودن، همون قضیه که خودش قناعت، شاگردای قناعت و داشتگی بودن، فتنه رو کسانی که عذر نمیگفتن، خوارج گفته لا تو کوب میکردن، برای در همینجا بگن که همون انسان همین گپا رو میزد و مردم رو خوارج گفته و شاگرداش لا تو کوب میکردن در مصر. والله علم سال 2016 17 بود. برای چی من این گپ رو تفصیلا گفته ایسم؟ برای اینکه ای کسانی که شما این سخنها رو میگیرین در بین مسلمان ها، در بین مسلمان هایی که علمی کامل ندارن پهن میکنین، سخنهای زیبای وی رو گویا که نصیحت میکند پهن میکنین، شما در نزد الله جوابگر میشین. شما حقیقتا عقیده وی رو نمیدونین. اگر توبه کرده باشد برای بگه من در همونجا کافر بودم، من توبه کردم، آشکارا بگه. اما ما یک انسان وقتی که کافر گفتیم، یک انسان وقتی مشرک گفتیم، یک انسان وقتی خبیث گفتیم، آیا همین سخن ما به ادبیه؟ اعوذ بالله، عین ادب است. الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ قل یا ایها الکافرون، قل یا ایها الکافرون، ای محمد امر کذا بگو برای کافر و کافر. الله سبحانه و تعالی در قرآن یهود رو چی گفت؟ قردة الخنازیر، خوگ میمون شون گفت. و در تفسیرها ذکر میشه، میگه مسلمان ها میگفتن یهود رو، الله ذکرشون میکند با همین وصفشون. اما متاسفانه امروز وقتی که ما یک انسان کافر گفتیم، این به ادبی بوده است، بلکه عین ادب هست. یک انسان عرق نوشید عرق نوشش میگوی، یک انسان کافر شید کافرش میگوی. برای ما اولا میگیم که این برادرهایی که این سخنها رو میگیرن پهن میکنن از الله بترسین. والله قسم شما انسان رو عقیدهش نمیدونین کی است. بعدا اینکه الحمدلله یادم زد، سوال در اینجاست که آیا شاگردهایی که درگیر تا میخرن، یکی از اونها محمد شریفی مشرک، محمد شریفی عبدالعلیم مشرک که زبس ابو سما خودش الحمدلله گذاشت زبسش رو و تکفیرش کرد
که محمد شریف عبدالعلیم در سایت محمد جاوید حنفی کامنتاری کرد، آدرس نام فامیل برادر و در گیجو زندگی میکند. در تای ویدیویی که بین برادر ابو اسامه خطیب محمد جاوید حنفی بحث شده بود، عبدالعلیم محمد شریف عبدالعلیم برآمد در کانال وای مشرک آدرس های برادر ابو اسامه را گفتگی است و این ضبط برادر کسانی که اگر میخواهند این را فهمیدن بسم الله اینجا پارت اینا برادر رو گوش کنن که برادر ابو اسامه رحمه الله محمد شریف عبدالعلیم تکفیر کرد. آیا تو تکفیرش میکنی؟ آیا تو این جاسوس تکفیر میکنی یا نمیکنی؟ آیا به همین کاری کردگیش این جاسوس شد یا نشد؟ جاسوس شد یا نشد؟ پس جاسوس باشد تو آیا تکفیرش کردی دروش؟ آیا تو برآمدی براءت خود را بیان کردی؟ انا گپ در اینجا است. ای کسانی که این زبسا را شما میگیرین پهن میکنین، والله قسم در نزد الله شما جواب میتین. در گرد و گوشش جاسوسا میگردن، اما این جاسوسا دوستی هستند، شاگرداش هستند. آیا براءت خود را بیان کرد از این جاسوسا؟ نه، بلکه استادشان است. اعوذ بالله، اعوذ بالله. این گونه زیاد هستند. قولا ما مختصر میخواستیم اینجا گپ زنیم، قولا زیاد هستند. اما چگونه که میبرویم ما را نصیحت میکنه، ما اگر یگان کسی ما معصوم نیستیم غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم، یگان کسی ما معصوم نیستیم. بله بعضی وقت شاید یگان کمتر غضبناک شیم، شاید یگان برادران ما کمتر غضبناک شوند، اما صفت مشرکا رو بیان کردن، حال مشرکا رو بیان کردن، آیا همین است بی‌ادبی؟ آیا بی‌ادبی تو این نیست که حق را بیان نمیکنی؟ قول ابن مسعود رو خوانیم که انسان با کثرت علم این دلالت نمیکنه عالم بودنش، تقوا بودنش، بلکه علمت کم از حقیقت رو بیان میکنه. این رو انسانی با تقوا میگم، انسانی که از الله میترسد. آیا حق رو بیان کردی؟ آیا طاغوتایی که در گرد هستن تکفیرشون کردی؟ کلا، هرگز این کارو کردگی نیست، بلکه با اونها دوستی، با اونها خپ دم میرن، میشینن در یک جا جمع میشون، دیگه کسا درک نیوان. این خودش خوب میدونه این چیزها را. جاسوسی که همه میدونن یک جاسوس خبیث است، محمد شریف عبدالعلیم، این شاگردش، دوستش. برام قرمان من خودم شخص و برادرها آگاهی کردن از این انسان که دور شین حقا اگر توبه کرده باشد توبهش رو برد ظاهر کند و براءتش رو از مشرکا ظاهر کند، بیزاریش رو ظاهر کند، در این حالت قبول میشه. و الا یک انسان مذبذب، یک گمراه، یک انسانی که مردم رو در 2016 و 17 در فتنه گرفتار کرده بود، خاصتا طالب علما را بعضی شلات کردگی بود. ان شاء الله این برادری که ما ذکر کردیم به نام ابو محمد از طرف لیل‌نوباد، ان شاء الله اگر برسه سخنهای ما یا ان شاء الله حفظ در گوشه باشد، این برادر میتونه این سخنها رو خودش تصدیق کند که میگه رو پاروش من شیشتم، من استادم بود، میگه تکفیرش کردم. وقتی عذر داد میگه کسانی که در دین الله استهزا میکنن، میخندن، همین گونه چیزا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. خلاص من بود کردم سخنها را. برادرها بارک الله فیکم، شما صحبت کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم. واقعا استادا و طالب علما سخنهای لازمی را گفتن و شرط نیست که ما سخن زیاد کنیم و سخن زیاد هم بگیم، اما یک آیت از کلام الله سبحانه و تعالی میرسونیم اینجا که اولا الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده، اما بعد. سوال به میان میاد که چرا ما در نزد این اهل بدعت، در نزد این کسانی که دین الله را تکذیب میکنن، دروغ میشمارن، در نزد این باطلان چرا ما بی‌ادب هستیم؟ جوابش من میگردونم که الله سبحانه و تعالی میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. الله سبحانه و تعالی در این آیه میگه که سوره احزاب که کسانی که شما ایمان آورده اید از الله بترسین و بگوین سخن حق را. از همین آیات انا اکنون معلوم می شود که چرا اینا ما را بی‌ادب میگن. چرا که ما کسانی هستیم که ایمانی به الله آوردیم، ما کسانی هستیم که الله صفت ما را در قرآن مؤمنین ذکر میکند و ما از الله میترسیم. اما کسانی که الله گفت تقوا الله، از الله ما میترسیم، ما مؤمنین.
و قولوا قولا سدیدا، ما سخن سدید که میگیم، سخن حق که میگیم، ما در نزد اینا بی‌آداب شدیم. پس اگر ما نظر بکنیم طعنه اینا به کجا می رود؟ طعنه اینا به سخن الله سبحانه و تعالی، به سر الله و رسول می رود. ما که سخن حق بگیم بی‌آداب باشیم، پس چی هستیم؟ پس طعنه اینا به کجا رفت؟ به سخن الله و رسول. اعوذ بالله من ذلک. پناه به الله از این گونه جهالتی که این کسانی که دعوای طالب علمی میکنن، دعوای علم میکنن. واقعا ما چی میگیم؟ واقعا ما سخن دراز نمیکنیم. یک چیز میگم، بیاین اگر واقعا شما علم دارین، واقعا خودت ندارد که طالب علم میگیرین، بیاین مرد برای انا میگونه در بین مردم چقدر که اینجا انسان ها، موحدین، مؤمنین، مسلمان ها جمع شدن 180 نفر، بیاین اینجا حق آشکار کنین. بیا اگر شما ما رو باطل کار میدونین، پس بیاین با دلیل، با برهان، با سند، با حجت رد بزنین. بیا حق آشکار کنین در بین مردم. میترسین، میدونین که موحدین، مؤمنین، مسلمین حق هستن، در حق هستن، و اینجا شما بیاین با دلیل برهان شما را که رد میزنن، میترسین. کی برتون شما را نمیگذاره اهل بدعت. انامین است. ما کسانی هستیم که اینا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا. ما کسانی هستیم که کافر شدیم با شما، با کسانی که با دین الله تکذیب کردیم و کفر مرتکب شدیم. انا این است صفت مؤمن. انا این است، انا من لذت توحید. انسان لذت ایمان انا من جمع چیست که بیزاری از کسی کند که با دین الله تکذیب کرد، سر الله رسول تهمت کرد، الله را دشنام کرد. ما بیان کردیم، ما حق را بیان کردیم، پس در نزد شما بی‌آداب شدیم. الله رحم بکنه. واقعا عین بی‌آدابی در خود شما است. باقی فکر میکنم کفایت ننده است. ما همین قدر یعنی خواستیم بیان کنیم که چرا ما بی‌آداب در نزد یا هستیم، چرا که ما سخن حق، سخن سدید گفتیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم مشایخ. الله سبحانه و تعالی بر همتون جزای خیر کرد. یک نکته من فراموش کردم، با اجازت مشایخ بیان بکنیم. الله بارک فیکم. اینها از جهت مردی هم نامرد هستند. چگونه؟ شاید بپرسید که چگونه است. بله بیان میکنیم. اینها عذری، یعنی مطلق چگونه که مشایخ بیان کردن، استهزا کنندگان دین الله را، دشنام کنندگان دین الله را و الله را، مشرکین را برادر میخوندن، طواغیت را برادر میخوندن. به خاطر همینها مسلمان ها را لطکوب میکردن، قتل میکردن. و اما با فضل کرم الله، علامه خراسان شیخ ما، استاد ما ابو محمد مدنی به اینها بحث کرد، دلیل های آورد، دلیل های قاطع آورد. دیگر راه نموند که اگر کمی دیگر بروند، دیگر مقصد پست بودنشونه، بد بودنشونه مردم خوب میفهمند. اگر در همین حالشون باقی مانند، کمی جامعهشان را دیگر کردن، جامعه رو کمی رنگ کردن. چیکار کردن؟ بعد اینقدر اثبات شیخ بارک الله فیکم. امروز اینها میگویند که در وقتی که با اونها رفته سوال میکرد، اینها شاید ما رو خوارج بگن و متهم میکنن و بعضی به نام طالب علمای جاهل هم به گپ اینها باور میکنن. اینها میگن که در شرک اکبر جهل عذر نیست. میگن تمام آدم های ساده‌لو باور کرده، میگن که این اهل توحید به بالای اینها یا تهمت زده است و از دروغ بسته است. نه، ما به شما یاد میدهیم چگونه مکر و حیله اینها رو شما بفهمید. شما به اینها سوال بدید که همین مسئله، یعنی عذر بالجهل، یعنی کسی که به جهل به شرک اکبر واقع میشه، آیا این اجماعی است یا اختلافی؟ اینها میگن که اختلافی است. فقط میگن در نزد من جهل عذر نیست، عذر المشرک مشرک نیست. هر کسی که عذر المشرک تکفیر نمی کند و یا مشرک نیست. این حیله و نیرنگ اینها است که سلف اینها
جهم بن صفوان قرآن مخلوق گفت. بعد از اینکه امام احمد و تمام علمای اهل سنت و جماعت جوابهای دندان شکن زدن و فهماندن که قرآن کلام الله است. بعد چی گفتن اینها؟ اینها گفتن که بله قرآن کلام الله است و اما کلام نفسی است، گویا که الله از درونش خلق کرده است. باز اما چگونه که امروز طالب علمای اهل سنت و جماعت به اینها به شدت ترین حالت رد زده استودن و گفته استودن که این قولتان هم قول جهم بن صفوان است، جهمی هستید. همچنین سلف امت ما، بابایان ما، امام بخاری و امام مسلم و ابو حاتم الرازی، ابو زرعت الرازی و دیگر بابایان ما جوابهای شدیدترین داده گفتند که شما از اولینتون بدتر هستید، زیرا که اولینتون آشکارتر بود و مردم همه میفهمید و امروز این سخنتون پوشیده کفر اکبر است. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. سخن دراز نکنیم. اینها وقتی که جهل عذر نمیگوین حتما از اینها بپرسید که آیا اختلافی هست یا نه. بارک الله فیکم. عذری تکفیر می شود یا نه؟ جزاکم الله خیرا. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک الله فیکم. دیگر برادرها بفرمایید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بعده و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بخشش برادر اهل سنت، یک دیگر اضافه کنم، از جوش فراموش کرده بودم. بله، وقتی که شیخ قطعی همون قناعت صحبت کرد اومد بیان کرد حال رو و من قسم میخورم که شیخ ابو اسامه گفت والله این انسان چقدر جاهل هست، این انسان چقدر جاهل است که یعنی عقیده اهل سنت رو اول شناختگی نیست. قول اهل سنت رو میگه وقتی که من ذکرش کردم در تعجب زده است، میگه قول رو ذکرش دارو میگه در تعجب زده است، میگه قسم میخوره برادر، میگه انسان خبر ندارد، این انسان خبر ندارد. بله، برای همگی معلوم است که این در از هر خوندگی چیزی که هست باید ما بیان کنیم. در قسم حدیث خوندگی تقریبا 20 سال همه قچس خوندگی است، اما از عقیده اهل سنت توجههایی که ما همون سالها درک داشتیم الله اعلم، یعنی خیلی که از زبان شیخ خودش این خبر نداشت از عقیده اهل سنت. برای خراهازی ما میخواهیم بفهمیم عقیده اش رو آیا همه خیلی جاهل هست یا حق رو فهمیده است، توبه کرده است و توبه رو بیان کند. و خیلی که برادرها سوالش کردن در این سوالها، اولا که شیخ ابو محمد حفظه الله که 3 سوال کرده بود در اینها جواب بتیا، و برادر ابو عبدالرحمن، ابو حلیمه، برادر ابو حنیف در سوالهای برادرها جواب بتیا. بارک الله فیک. بله برادر. جزاک الله خیر. برادرای عزیز، بله همچنین ما میخوایم که سهم خودمون بگذاریم و نصرت دهنده دین باشیم و همراه برادران باشیم و ما میخوایم که موالات خودمون با برادرانمون چیکار بکنیم، برای مشرکین و کفار نشون بدیم که یعنی که موالات ما چگونه است و شدت ما چگونه است و تکفیر ما برای چیست و سبب تکفیر ما یا که سبب تکفیر کردن ما شما رو در چیست. اولا مسئله که امروز مشهور است بین گروه های زیاد، گروه های مختلف و اهل سنت و الجماعت در همین است که در شرک اکبر و کفر اکبر واضح روشن جهل عذر نیست. برای چی جهل عذر نیست؟ به خاطر که ابن تیمیه رحمه الله چی میگه؟ ابن تیمیه رحمه الله چی میگه؟ میگه که والجهل بالله کفر فی کل حال، یعنی که در همه حالت، قبل الخبر و بعد الخبر. یعنی که منظور از قبل الخبر و بعد الخبر چیست؟
یعنی پیش از نزول پیامبران، پیش از نزول قرآن، کسی که به شرک واقع شده بود و مشرک بود و یا مشرک بودن. و بعد رسولان هر کسی که به شرک واقع شد اینها هم مشرک هستند و اینها به اینها حجت رسیدگی هستند، اگر توبه نکنند خالدن مخلدن فی نار جهنم هستند. و سوال برای همون کسانی که در همین مسائل جهر و عذر میدونند، و شما اقرار میکنین که قرآن چی است؟ دلیل است، حجت است. و شما اقرار میکنین که رسولان، فرستادن رسولان این دلیل و حجت است. و ما برای شما میگیم که قرآن فرستاده شد، مکمل شد. الله سبحانه و تعالی مکمل کرد، کامل کرد دین را. و همچنین پیامبر آخرین که محمد صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین فرستاده شد. و اگر شما بگویید که کسانی که در بین مردم زندگی میکنند، اذان هست، مسجد هست، مقصد علماهای سو و غیر اینها هستند، وجود دارند، و بیاید بگویید که یک انسانی که در شرک واقع شد که شرک اکبر است، واضح است، روشن است، عذر داره و برای این انسان باید پیامبری نوی فرستاده شود، شما بر همین اعتقادند؟ آیا شما میگویند که برای این کسانی که جاهلند پیامبری نوی فرستاده شود؟ و اگر شما بگویند که بله، باز هم کفر است، باز هم کفر است. به همین خاطر از الله بترسین. سوال نوبتی ما چنین است به همونها: آیا الله سبحانه و تعالی را با عقل و فطرت شناخته می شود؟ و اگر شما اقرار بکنید که بله، آیا همان اللهی که با عقل و با فطرت شناخته می شود آیا لایق پرستش هست یا نیست؟ به همین سوال جواب بدهین. به همین سوال جواب بدهین، جواب خودتون رو میگیرین. الله سبحانه و تعالی زمانی که انسان با عقل و با فطرت شناخت آیا لایق پرستش هست یا نه؟ به همین سوال جواب بدین انشاءالله. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. انشالله اخی جان، اگر که در اون مسئله ابو احمد شید انشالله که خانه داریم. الله استون کنه. بارک الله فیکم برادر عزیزم، صبر کنید همینجا باشید. ای مردم، ای مسلمان های تاجیک و پیش از همه ای برادران و خواهران موحد، انا شما طالب علمان اهل سنت و الجماعت دیدید، انا این برادرهای، انا این بعضی از شاگردهای دیدید که ابو مصعب که به این برادرها طالب علمان اهل سنت رد زده بود، اینها بی ادب برآورده بود و بعضی از جهلا و بعضی از اینها لقب این برادرهای بی ادب و بی علم و این آن میبرارد. شاهد شدید که چقدر به علم، چقدر به حکمت، چقدر به منهج صحبت میکند. والله صحبت ابو عبدالرحمن را گوش کردید، صحبت ابو حلیمه را گوش کردید، صحبت شیخ حنیفه گوش کردید، صحبت ابو عمر را گوش کردید و صحبت دو برادر دیگر را گوش کردید. لذت بردید یا نبردید از علم اینها، از فهم اینها، از منهج اینها؟ صحبت یکیش به یکیش نه مخالفت دارد، دلیل هم نو به نو است، فهم هم نو به نو است. انا اینه میگن اهل سنت و جماعت، انا اینه میگن منهج، انا اینه میگن طالب علم. و ما دعا میکنیم که این صف طالب علم 1000 نفر باشد. انا اینه میگن آداب، انا اینه میگن اخلاق، که جان خودش در زیر خطر میماند. حق میگوید، حق این توحید است و این توحید بدون کفر بالطاغوت
و بدون براءت و بدون تکفیر به وجود نمیاد. شما خوبسا طعن زنندگان اهل توحید لا اله الحق انا من قسم لا اله الا الله قبول ندارید. شما انا من قسم لا اله الا الله بی ادبی میگید. شما دین الله به ایمان آوردید. یعنی کفر به طاغوت در نزد اینا بی ادبی است، براءت بی ادبی است، تکفیر بی ادبی است و همه این چی است؟ نفی رکن لا اله الا الله داخل میشد. اینها لا اله الحق و اصلا نه گاب دارد نه ایمان دارد و حتی چی میکند؟ این بی ادبی میگه. الله خار کند کسی که دین الله بی ادبی میگوید. الله خار کند کسی که جمله بازی میکند و مردم فریب میدهد، حق و باطل آمیخته کرده تلبیس میکند. الله لعنت کند ملبسین را که حق و باطل آمیخته کرده مردم فریب میدهد. اما این دین الله است. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند که نور الله را، حق را، توحید را، لا اله الا الله را با طعنه زدن، با خوارج گفتن، با بی ادب گفتن اینها پوشانند نور الله حق را نابود کنند. اما الله این حق ظاهر میکند، برای آنکه این حق این دین الله هست و قرآن و سنت است. مانع الله خودش ظاهر میکرد، اگر چی کافران و مشرکان و منافقان نمیخواهند. ای الله، به همه این طالب علمان اهل سنتی که امروز جمع شدند و برای این مردم مسلمان تاجیک میخواهند که حق را رسانند و تا امروز رسانیدند، به تو ندا میکنیم ای الله بزرگ، از تو کمک میطلبیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو طلب کمک میکنیم. این حرکت ما را، این کوشش ما را، این دعوت ما را الله پر برکت گردانی. با وجود این که دشمنان تو نمیخواهند، الله این دعوت لا اله الا الله را به هر خانه تاجیک داخل بکنی. الله طالب علمان اهل سنت را، حق گویان را، مردان را، راستگویان و راست قولان را، شجاعتمندان را الله زیاد بکنی و این طالبان را، این طالب علمان اهل سنت را حفظ نمایی تا که دینت حفظ بشود. یا رب العالمین. الله از دست این دشمنانت، از دست این منافقین، از دست این جهلای کذابین، از دست این متهمان شب و روز ما طالب علمان اهل سنت طعنه میگیریم، طعنه میشنویم، طعنه های گوناگون، دشنام های گوناگون، دسیسه و فتنه های گوناگون. الله این اهل بدعت را خار و ذلیلشان بکنی تا که پیش راه دین تو را گرفته نتوانند، تا که پیش توحید را گرفته نتوانند، تا که مؤمنین و مسلمین به یگان شک و شبهه دینشان را بگیرند، تا که این مردم بیچاره مظلوم از دین با خبر شوند. زیرا که همین منافقین هستند، همین کذابین هستند که امروز پیش حق را گرفته شدند و نمیخواهند که دعوت حق ظاهر شود. برای چی؟ برای نفس خود، برای تجارت خود. الله حقیقت را آشکار کن، توحید را ظاهر کن، طالب علمان اهل سنت را از برادران و خواهران صفشان را زیاد بکن و به ما نصرت بده، به ما صبر بده، یقین ما را زیاد بکن، ثابت قدم در این دین ما را نگه بدار، از شرمندگی این دنیا و آخرت ما را نگه بدار، سخن حق را گفتن و عمل کردن و رسانیدن را نصیب بکن و به گفتن لا اله الا الله و به توحید از این دنیا رفتن را نصیب بکن. این بود
جواب برادران ما این بود، جواب برادران موحد ما این بود، جواب برادران موحد ما به این مشرک و خبیث و به دوستداران و یارانش. گوش بکنید، تعلیم بگیرید و منتشر سازید. برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین.